سلام دوستای گلم، سلام دختر و پسر قشنگم. چطورین؟ حالتون خوبه؟ امروز میخوام داستان علاءالدین و چراغ جادو رو براتون تعریف کنم. به نام خدا. در گذشته های دور در شهر بزرگی پسری به نام علاءالدین زندگی میکرد. علاءالدین بچه ها خیلی باهوش بود، اما در عوض تنبلم بود. پدر علاءالدین خیاط بود، اما از وقتی پدرش از دنیا رفته بود هیچ کاری نمی کرد. بیشتر توی کوچه ها پرسه می زد، تا اینکه یک روز به مرد عجیب و غریبی برخورد کرد. بچه ها، اون مرد یه جادوگر بود، اما به علاءالدین گفت که یک شعبده بازه و بهش دروغ گفت. جادوگر به علاءالدین گفت من دوست قدیمی پدرت هستم و او همیشه به من میگفت اگر از دنیا رفت برای پسرش یک کار آبرومندانه دست و پا کنم. خب بله بچه ها. بعد از این علاءالدین به جادوگر گفت من اول باید از مامانم اجازه بگیرم. بعد جادوگر رو پیش مامانش برد. جادوگر در غم از دست دادن خیاط پیر گریه کرد. یک کیسه طلا هم به مادر علاءالدین داد و گفت من وظیفه خودم میدونم برای پسر دوستم یه کاری انجام بدم. مادر علاءالدین دروغ‌های جادوگر رو باور کرد و قبول کرد که علاءالدین شاگرد جادوگر بشه. خلاصه جادوگر به علاءالدین گفت دنبال من بیا تا اولین مأموریت با هم انجام بدیم. باد می اومد و اونها با هم راه افتادن و رفتن تا به یه غاری رسیدن. جادوگر از علاءالدین خواست تا یه دونه مشعل رو روشن کنه. در غار بسته بود. جادوگر یه جمله گفت و در غار باز شد. بعد یه انگشتر به علاءالدین داد و گفت این انگشتر رو دستت کن چون ازت مراقبت میکنه. بعد داخل غار برو، همه جا رو خوب نگاه کن. بله. جادوگر به علاءالدین گفت اگه به چیزی دست بزنی نابود میشی، پس به هیچی دست نزن. داخل غار یک باغ است و در باغ هم یه دونه چراغ. اون چراغ رو بردار و زود بیرون بیا. بعد با یه طناب علاءالدین رو پایین فرستاد. علاءالدین داخل باغ رفت و از دیدن اون همه درخت سرسبز و میوه های قشنگ تعجب کرد. دوست داشت از اون میوه بخوره، اما حرفای شعبده بازویی به یادش آورد و به چیزی دست نزد. یه بار چشمش به مقدار زیادی جواهرات افتاد. طاقت نیاورد و شروع کرد به پر کردن جیب‌هایش از جواهرات. بعد با تعجب دید هیچ اتفاقی هم نیفتاد. فهمید که شعبده باز دروغ گفته. یه بار چشمش به چراغ کهنه افتاد. زود برش داشت و به طرف دهانه غار برگشت و داد زد عمو من رو از غار بیرون بیار. جادوگر گفت اول چراغ رو بده بیا بالا، بعد خودت بالا میشم. علاءالدین گفت ولی من چراغ پیدا نکردم، همه جارم گشتم اما تو باغ همه چیز بود جز چراغ. جادوگر ناراحت شد و گفت تو یه پسر بی‌عرضه‌ای. بعد یه جمله گفت در غار بسته شد. او علاءالدین رو همونجا رها کرد و رفت. همه جا ساکت بود. علاءالدین داخل غار گیر افتاده بود. حالا باید چی کار میکرد؟ از ترس دستاش رو به هم میمالید. همونطور که دستش رو به هم میمالید انگشتر در دستش میچرخید. یه باره یه نوری از انگشتر بیرون اومد و یک غول بزرگ جلوی چشم علاءالدین ظاهر شد. غول گفت در خدمتم ارباب، هر دستوری بدی انجام میدم. علاءالدین که خیلی ترسیده بود گفت منو به خونم ببر. غول در یک چشم هم زدن علاءالدین رو از غار بیرون آورد و اون رو به خونه‌اش برد. غول انگشتر غیب شد. مادرش با دیدن او گفت سر کار رفتی؟ فقط یه چراغ کهنه با خودت آوردی؟ علاءالدین فکر کرد حتما این چراغ با چراغای دیگه خیلی فرق داره که شعبده باز این همه دنبالش میگشت. تصمیم گرفت چراغ رو تمیز کنه.
یه پارچه کهنه از مادرش گرفت و شروع به پاک کردن چراغ کرد که یک باره یک غول خیلی بزرگ ازش بیرون اومد و گفت در خدمتم ارباب. مادر علایالدین خیلی ترسیده بود بچه ها. علایالدین به غول گفت ما خیلی گشنمونه، برای ما میوه و غذا میاری؟ غول که دید اونا گرسنن، یک سینی پر از غذا و میوه براشون آورد. با غول چراغ جادو علایالدین و مادرش خیلی ثروتمند شدن. اونا هر چی که می‌خواستن به دست می‌آوردن. یه روز علایالدین در حالی که نزدیک قصر پادشاه گردش می‌کرد، چشمش به دختر زیبای پادشاه افتاد. سریع پیش مادرش رفت و گفت حالا من خیلی آدم ثروتمندیم، خیلی هم طلا دارم. یه مقدار زیادی طلا بردار و برو دختر سلطان یعنی همون پادشاه رو برای من خواستگاری کن. مادر با یک سینی بزرگ سکه های طلا به قصر پادشاه رفت و گفت برای خواستگاری از دختر شما برای پسرم اومدم. پادشاه از دیدن اون همه طلا خیلی تعجب کرد. مادر علایالدین گفت اینها بخش کوچیکی از هدیه‌های علایالدینه. اگه با دختر شما ازدواج کنه چند برابرش رو بهتون هدیه میده. پادشاه با خوشحالی قبول کرد و دستور داد تا اهالی شهر برای جشن عروسی آماده بشن. علایالدین 2 غول بزرگ داشت که هر کاری ازشون میخواست براش انجام میدادن. او میخواست شاهزاده خانم رو خوشحال کنه، برای همین به غول چراغ جادو دستور داد براش یه قصر با شکوه بسازه. حالا بقیه. غول چراغ جادو هم دستور علایالدین رو اجرا کرد و در یک چشم هم زدن در بیرون از شهر یک قصر بزرگ ساخت و گفت این هم هدیه یک غول به یک زوج جوان. دعا میکنم خوشبخت شید. خبر ثروت افسانه علایالدین و ازدواجش با دختر پادشاه همه جا پیچید. مردم وقت قصر علایالدین رو میدیدن از تعجب دهنشون باز میموند. خبرها همه جا پیچید تا اینکه به گوش جادوگر بدجنس که در یه شهر دیگه زندگی میکرد رسید. جادوگر در گوی جادوییش خوشبختی علایالدین رو کنار شاهزاده خانم دید. از حسادت داد میزد. او فهمید علایالدین چراغ جادو رو پیدا کرده و ثروتمند شده. جادوگر تصمیم گرفت علایالدین رو نابود کنه و چراغ جادویی رو به دست بیاره بچه ها. جادوگر مقدار زیادی چراغ تازه و زیبا خرید و به شهر رفت و اعلام کرد که چراغ‌های تازه رو با چراغ‌های کهنه عوض میکنه. مردم خیلی خوشحال بودن. چراغ‌های کهنه‌شون رو میدادن و تازه میگرفتن. جادوگر به قصر علایالدین رسید و با صدای بلند گفت آها چراغ‌های کهنه رو عوض میکنیم، چراغ‌های نو بهتون میدیم. اما شاهزاده خانم که چیزی از چراغ جادویی نمیدونست چراغ کهنه رو از رو تاقچه برداشت و برای جادوگر بود و گفت ما هم یه چراغ کهنه داریم. جادوگر سری چراغ رو گرفت و یه چراغ تازه بهش داد از شهر خارج شد. کمی دورتر جادوگر روی چراغ دستی کشید، غول چراغ ظاهر شد. غول چراغ جادو وقتی بیرون اومد و فهمید که اربابش یه جادوگر بدجنس شده غمگین شد، اما چاره ای نداشت جز اینکه به حرفاش گوش کنه. جادوگر دست داد قصر علایالدین رو با همسرش برداشته و به یک جای دور ببره. غول قصر رو برداشت و دیگه نه اثری از قصر در اون شهر بود، نه اثری از شاهزاده خانم بچه ها. خلاصه وقتی علایالدین به خونه برگشت اثری از قصر ندید خیلی تعجب کرد. واقعا ناامید شده بود. از دیگران پرسجو کرد و فهمید یه نفر چراغ تازه رو با چراغ‌های کهنه عوض می‌کرده. علایالدین فهمید که جادوگر چراغ و قصر و همسرش رو از اونجا برده. علایالدین روی انگشتر جادویش دست کشید و گفت غول انگشتر رو ظاهر کنه. غول انگشتر بچه ها ظاهر شد و حال ادامه بله بچه ها. علایالدین بهش گفت جای قصر و همسرم رو پیدا کن. غول مثل باد رفت و برگشت و گفت جای اونها رو پیدا کردم. حال همسر شما خیلی خوبه. علایالدین از غول انگشتر خواست تا او رو پیش همسرش ببره. چند دقیقه بعد علایالدین رو برد پیش همسرش. شاهزاده خیلی ترسیده بود. علایالدین به او درباره چراغ جادویی و دشمنی جادوگر گفت. شاهزاده به او گفت جادوگر وقتی خوابه چراغ رو زیر سرش میذاره. علایالدین تصمیم گرفت تا چراغ رو دوباره به دست بیاره. زمانی که جادوگر در خواب بود
با کمک غول انگشتر سراغش رفت و تونست چراغ رو به دست بیاره. بعد به غول چراغ دستور داد تا جادوگر را در عمیق‌ترین غار زیر دریا زندانی کنه. غول دستور رو اجرا کرد و حالا دیگه همه از دست جادوگر بچه‌ها راحت شده بودن. حالا غول چراغ دوباره قصر علایالدین رو به جای خودش برگردون. بعد از آن علایالدین و همسرش در کنار هم با خوشبختی زندگی کردن. علایالدین خیلی باهوش بود و پادشاه او رو وزیر مخصوص خودش کرده بود. بله بچه ها، علایالدین دیگه حالا وزیر شده بود. بعد از این ماجرا علایالدین دیگه از غول‌هاش استفاده نمی‌کرد، چون همیشه میگفت تا وقتی با فکر و عقل خودم بتونم کاری انجام بدم دیگه نیازی به استفاده از غول‌ها ندارم. کشور علایالدین آباد شد و مردم همیشه خوشحال بودن، چون وزیر باهوش و عاقلی مثل علایالدین داشتن بچه ها. قصه ما به سر رسید، آقا کلاغه به خونش رسید. بله، امیدوارم با شنیدن این قصه خوشگل خوابهای رنگی ببینید. یادتون باشه قبل از خواب مسواک بزنید. در آخر هم همیشه ما رو لایک کنید و یادتون باشه قصه ها رو هر شب گوش کنید. خدا نگهدار.